درود، شهریار هستم از چنل فیکس مای هوم 2. امروز میخوام بهتون نشون بدم چجوری باربیکیو یا فایر پیت درست کنید. به قول معروف یه محوطه ما اینجا داریم که این سنگ هایی که میبینیم به صورت آماده ما از هوم دیپو خریدیم. اینا رو گذاشتیم بین این سنگ ها علف هرز در اومده. برای اینکه این علف ها در نیاد ما میخوایم بین اینا رو بتون بکنیم. این همینجوری که میبینید من اینجا رو بتون کردم، علف در نیامده. حالا میخوایم کل این علف ها رو بکنیم و این کار رو بکنیم. بعد اینکه علف ها رو کردیم بتون کردیم، اون قسمت وسط میخوایم همون باربیکیو درست کنیم. اینجا قبلا درخت بوده ما بریدیم، همین وسط میخوایم اینو درست کنیم. خب یکی از روش‌های کندن علف هرز با دسته. من قبلا این امتحان کرده بودم ولی زمین خیس بودش، خیلی راحت در اومد. اینجا اصلا جواب نمیده. این کارو نکنید، با دست نکنید، خیلی سخته. خب اینجا الان من دارم امتحان میکنم با به قول معروف این دستگاه هستش که ویدیو کوتاه میکنه و متاسفانه اینم جواب نمیده. اینم استفاده نکنید. خب تنها وسیله‌ای که به نظر من اومد کار میکنم این کلنگ خودمونه. باید با کلنگ علف‌ها رو در بیاریم. اگه شما وسیله دیگه میدونید حتما تو قسمت کامنت بر من بنویسید، منم استفاده میکنم. خب ما یه قسمت کوچیکی اینجا علف‌ها رو کندیم، همچین آسون نبوده، سخت بود. برای همین اول من اشتباه کردم اینجا. باید اینی که الان اومد بالا رو شما بخریم و زیر سنگا، زیر اینا بعد اینکه علف‌ها رو کندیم پخش کنین. این لینکش هم این زیر میذارم، اگه خواستین تهیه کنید که علف‌ها تو آینده در نیاد. این کیسه به قول سیمان و شن و ماسه آردی قاطیه تو این و فقط شما میریزین تو این، وسطش رو گود میکنین و آماده استفاده میشه. من اینجا ریختم و این وسطش رو گود کردم و آب با این وسط میریزم و آروم آروم از کنار شروع میکنیم مخلوط کردن. خیلی روش راحت تریه برای مخلوط کردن سیمان. خب نوبت به قسمت اصلی رسید. میخوایم الان باربیکیو درست کنیم اینجا. برای این کار این وسط هم باید دوباره علف دراریم و این کلنگه علف رو دراریم. خب اصل ماجرا اینجاست. اینجا ما هرچی دم دستمون اومد استفاده کردیم، از لاستیک اضافه، از چوبایی که تو پارکینگ هم بود داشت. من اینجوری هم دیگه دوست دارم پول سیو کنم. حالا در هر صورت میتونین از چیزای اضافه. من این لاستیک رو گذاشتم وسط، میخوام این وسط بتون نریزم، یه قسمت خالی برای باربیکیو بشه و دور تا دور این بتون میریزم و از این چوبام برای ساپورتش استفاده میکنم. باید مطمئن باشیم که این چوبامون 90 درجه است، یعنی به صورت مستطیل در واقع. برای اینکه این کارو ما استفاده کنیم از یه
حالت گونیا میتونین استفاده کنین، این گوشه ها بذارین و چک کنین که 90 درجه است، یا اینکه همون روش خودمون به قول معروف میگن 3 4 5، یه زل اگه 3 باشه یه زل 4 و تر 5 باشه نشون میده که حالت 90 درجه است. 90 درجه رو چک کردیم، به وسیله این میخا اینا رو ساپورت میکنه، میزنیم این تو، اینا به هم وصل میشن و پشت این چوبا یه چوب دیگه تو زمین فرود میکنیم که ساپورت کنه اگه بتون سنگین شد یه وقتی میخا در نیاده و بریزیم چوب نگرش داره. همین. این موضوع رو اضافه کنم که یک کیسه رو حتما بکشید که وقتی میخواین چوبا رو درارین کنده نشه بتونتون، یعنی اینو به بتون به این چوبه نچسبه و بتونتون خراب نه. این کیسه رو بکشین که یه فاصله بین بتون و چوب باشه. خب ما اینجا یه تنبلی کردیم دیگه، بتون رو بیرون درست نکردیم که بیایم دوباره بریزیم، همه سیمان رو اینجا ریختیم، قراقاتی میکنیم، آب هم اضافه میکنیم، همینجا مخلوط میکنیم. اینم نتیجهشه. اینجا یه روشی بگم برای اینکه سطح بتونتون صاف باشه، همیشه به سطح به چوبتون با چکش ضربه بزنین، باعث میشه که سطح بتون وقتی چوبو بردارین صاف باشه. و چوبو برداشتم، اینجایی که میبینین دیگه از بلاک استفاده میکنیم، بلاک میچینیم و میریم بالا و آخرم لاستیکو در میاریم. چنل من سابسکرایب کنین، لایک کنین، ممنون از حمایتتون، کامنت بذارین و تا ویدیو بعدی بدرود. یادتون نره سابسکرایب کنین. مرسی.